السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. برادر خوبه انشاءالله سازیم. اگر آواز باشه شروع کنیم. برادرایی که در تیک تاک هستین انشاءالله که امروز تاریخ صهیب ابن سینان رضی الله تعالی عنه را میگذاریم. اگر که آواز باشه انشاءالله که خبر کنیم. برادرایی که در یوتیوب هستین آواز هست. خب آواز بدل است. انشاءالله که شروع میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چون همیشگی انشاءالله که یک حدیث از احادیث پیغمبر علیه السلام و بعدا یکی از سیرت های صحابه را انشاءالله برای شما میگیم و اگر خداوند توفیق داده باشه. پیغمبر خدا علیه السلام میگه که المسلم من سلم مسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی هست که از زبان و دست او مسلمان‌های دیگر در امینند. یعنی مسلمان نباید به زبان چی باشه چی به دست باشه به یک مسلمان دیگر چی ضرر برسانه. و ضرر رساندن یک مسلمان چی به زبان باشه چی به دست دیگر اسلام او را چیکار میکنه؟ اسلام او را زیر سوال میبرن. امروز ما مشکلی داریم، مشکلی که در وطن الان دارم متاسفانه رفته است، مشکلی مرزی و هر کس که شروع کرد اولا زیر همین حدیث پیغمبر علیه السلام داخل می شود. یعنی در اسلام او شک می شود. هر کس که حدود عبور کرد، هر کس که در چی میگن تجاوز در سرحد کرد، تجاوز در حقوق کرد، در زیر حدیث داخل می شود. در ایمان او دیگر چی شک دیده می شود. و دعا میکنیم که خداوند هر چیز زودتر این مشکلی که در وطن عزیزمان امروز هست به خوبی به منفعت ملت، به منفعت جامعه و به منفعت مسلمین انجام بیاورد. انشاءالله این آرزو را داریم و باشد که مردم غیور، مردم جسور، مردم ناترسی که در سرحد الان دارن زندگی کرده استند، فکر کنم مردم اسفره و چارکوه و نمیدونم مسجا و اینا که امروز دارن در صف اول مقاومت قرار دارن، خداوند همه اونا را در پناه خودش نگه بداره. واقعا نوارهایی که امروز ما در فیسبوک و در دیگر جاها دیدم، برادران پنجکین، برادران اسفره، خوجند،
همه این منطقه‌ای که در منطقه سود کلگیش بسیار یک کارنامه‌های خوب کردن، بسیار یک جانفدایی و یک بسیار یک کارهای خیلی عجیب کردن. مثلا ما در دیگر منطقه دیدم که مردم خودشان میرن در وینکمت، همونایی که عسکری چی میگنشون زپاسنی یا وقتای خدمت کرده بودند، اونا همش رفتن ثبت نام کردستند تا چی اختیاراً بروند از سرحد دفاع بکنند. واقعا احسن، واقعا تحسین به تمام مردم سوخت، به تمام مردمی همون منطقه زندگی میکردگی، چی اسفره باشه، چی چارکوه باشه، چی مسچاه باشه، چی اسفره باشه. خداوند همه اونا را چی در فیض امانشان نگه بداره. بار دیگر نشان دادن که این مردم مردمی شجاعند، مردمی جسورند، مردمی ناترسند. فقط یک پشتیبان برای یال در کاره که از چی و تمام قوتشون خودشون به دست خودشون بگیرن. و خداوند انشاءالله که پیروزی را برای عدالت، برای اونایی که عدالت دوست می‌دارن، اونایی که راه راست دوست می‌دارن، اونایی که حقیقت و واقعیت دوست می‌دارن، انشاءالله که نصیب میکنه. و برمیگردیم به سیرت صحابه. امروز یکی از سیرت‌هایی را می‌خونیم که واقعاً یک نفری که سالهای دراز در اروپا گشتگی بود. سالهای دراز در اروپا گشته بود و تمامی نازکی زبان و تقلید و رسم و اینها را یاد گرفته بود. یکی بود صهیب ابن سینان. صهیب ابن سینان رضی الله تعالی عنه اگرچه در اروپا بزرگ شده بود، چون که امروزه ما مردم هم میبینیم زیاد چیکار میکنن وقتی که اگر یک کار غیر دینی غیر شرعی میکنن، براشون بگوی که این به منفعت نه دینی ما است، نه ملت ما است و عاقبت این کار خیلی خطر دارد به دینت، به آیینت، به عقیدت. میگه اینجا اروپا است. راستی 5-6 سال شد من در همین جام چی همین خاراکتر را گرفتگیم. پس این صهیب ابن سینان برای ما یک درس عبرت می شود که باید ما بدونیم که دیگر در اروپا بودن برای ما بهانه نیست. چون که در قصه صحابه هر کس در هر موقع میتونه خودش پیدا کنه. اگر یک نفر ورزشگر باشه میتونه در سیمای حضرت عمر ببینه، خودش در سیمای خالد ابن ولید ببینه، سعد ابن ابی وقاص ببینه. یک نفر که اگر حلیم، مهربان، عادی باشه در سیمای حضرت بلال ابن رباح میتونه بینه. یک انسان دیگر اگر بگه که ما دوست داشته ترین خانمون هستم، جوانی خانمون هستم، یعنی ارکه خانمونم به گفته تاجیکای خودمون، چی مصعب ابن عمیر دلیل خیلی خوب است که جوانترین و زیباترین اهل مکه بود. پدری صهیب ابن سینان یا همون صهیب رومی حاکم اوبیله بود. از جانب چی؟ از جانب خسرو پرویز. در عراق یک منطقه بود در نزد دریای فرات. پدر صهیب رومی چی بود؟ در اوجا والی بود، حاکم همون منطقه بود. از طرف خسرو که گفتیم خسرو پرویز. حضرت صهیب در یک ناز و نعمت‌های خیلی فراوان به دنیا آمد. در یک عائله حاکم. خیلی انسان خیلی جوانی چی بود؟ زیرک، دانا بود. وقتی که رومیا حمله میکنن به عراق، دیگر معلوم است که وقتی که حمله کردن چیکار میکنن؟ تار و ملک میکنن، بعدا خراب میکنن اون دولت، اون مملکت و تمام جواناشون چیکار میکنن؟ به غلامی میگیرن. بعد از جمله اون غلاما هم صهیب رومی هم چی به مانند یک غلام میگیرن، میبرنش روم. بعد سرسانی‌ها سالانی دراز چیکار میکنن؟ یک ایره باز میفروشن، میارن به مکه. و در مکه او را عبدالله ابن جدا خریداری میکنه. حضرت عبدالله ابن جدا او را خریداری میکنه. گفتیم که بسیار یک آدمی چی بود؟ زیرک بود، دانا بود، بسیار خوشگپ که بود.
در همون صاحبش در سرورش بگیم خوش میآید و صهیب چیکار میکنه آزادش میکنه و صهیب هم آزادش میکنه و بعدا تجارت برای صهیب نشان میده و حضرت صهیب رومی در تجارتش خیلی موفق میشود و سالهای دراز دیگه تجارت شروع میکنه و تجارت بند میشود و تا زمانی که پیغمبر علیه السلام مبعوث به پیغمبری شد. وقتی که پیغمبر رسالت برای او نازل شد این مسئولیت گرفت و اسلامش اعلان کرد. دیگر گفته بودیم در قصه های دیگر که در خانه ارقم ابن ابی ارقم چیکار میکردن؟ میرفتن جمع میشیدن، مسلمان ها پنهانی البته، و دینشون را تعلیم میگرفتن. و امیر ابن یاسیر یکی از دوستای صهیب میگه وقتی که من خانه ارقم ابن ابی ارقم رفتم نزد درش دیدم که صهیب همونجا ده. اون وقت اسلام همه پنهانی بود. میگه از او پرسیدم که چیکار میکنی در اینجا؟ او را میگه به من همین سوال داد که تو چیکار میکنی؟ میگه دیگه من گفتم که آمدم با پیغمبر علیه السلام چیکار کنم؟ اسلام بیارم. بعداً که امیر ابن یسار هم چی میگه؟ میگه من برای همین خاطر آمدم که با پیغمبر علیه السلام اسلام بیارم. اونا در دریچه چوبی خانه ارقم ابن ارقم داخل شدن. این در ظاهر یک دریچه چوبی بود که مردم داخل میشیدن، اما این دریچه بود که انسانها را در دنیای دیگر وارد میکرد. خانه ارقم ابن ابی ارقم اگرچه خیلی هم خرد بود، اما در واقع نفرای را تربیه میکرد. نفرای از اونجا برآمد که بعد اون دریچه را باز کردن، دنیا را برای خودشان باز کردن، با شجاعت، با علم، با حکمت، با دین، با استواری در دین، با فکر و عقیده های خودشان. صهیب دیگر رفت آمده به پیغمبر علیه السلام شروع کرد. تا دم مرگ پیغمبر علیه السلام همیشه همراه پیغمبر بود. در اون وقتها صهیب و یاسیر دو نفری بودن که خیلی کمبغل بودن. مثلا نفرایی بودن که چی میگن، یک نفری نبود که از اینا پشتیبانی کنه. صهیب خودش یک آدمی غریب بود، یعنی از چی آمده بود؟ از روم آورده بودنش همچون غلام. و یاسیر که کمبغل بود. خیلی با جمله دیگر مسلمان ها صهیب رنج و مشقت زیاد دید در این راه. صهیب خودش چی میگه؟ میگه با تحقیق هر جایی که پیغمبر علیه السلام بود ما در همونجا بودم، ما همراه پیغمبر بودم. هر جایی که پیغمبر میگه راست میایستاد ما در برش بودم. هر جایی که پیغمبر با دشمن روبرو میشید ما از پیش پیغمبر میایستادم با دشمن روبرو میشیدم. هر جایی که مسلمان ها از طرف راستشون هجوم میشید ما از طرف راستشون میایستادم. از طرف چپشون میشید ما از طرف چپشون میایستادم. یعنی همیشه سینه خودش سپر میکرد برای پیغمبر علیه السلام و تمام صحابه کرام. میگه هرگز نگذاشتم بین ما و بین پیغمبر فاصله باشه. همیشه کوشش میکردم که جفت همراه پیغمبر علیه السلام باشم. صهیب باید همراه ابوبکر رضی الله تعالی عنه و پیغمبر علیه السلام هجرت میکردن. این سه باید یک جا هجرت میکردن به سوی مدینه. اما قریش ایره چیکار به دام افتاندن و حضرت ابوبکر و حضرت پیغمبر چیکار کردن؟ هجرت شروع کردن و سفر کردن. سفر اونا که یک قصه علاهیده خودش داره. بعد چند قید دیگر هم چند مدت هم صهیب هم توانست که از دست مشرکین مکه جانش رها بکنه و پیغمبر خودش برسانه.
وقتی که حضرت صهیب در راه برآمد، مشرکین از این کار خبردار شدند. مکه یک گروه نفرا را راهی کردند که سر راه ای را بگیرند. وقتی که در راه با همراه صهیب رومی واخوردند، تعدادشان چند بود راستی نمیدانم، اما یک گروهی بودند. صهیب چی گفت؟ صهیب گفت قسم به خدا شما میدانید که من تیردازترین انسان در بین شما. تو انمی تیرا ما گفت تمام نکنه شما با من نزدیک شدن نمیتونی. و بعد از این شمشیری که در دست دارم تا این را از دستم دادن همراه شما جنگ میکنم. یعنی شما تا به قتل نرسانم شما از من رهایی نمیکنی. یا اینکه من برای شما مال و ملک دارم همونا را چی میکنم نشان تو میتونم در گجان بره همونا را بگیره مرا رها بکنی من برم. مشرکین گفتن صهیب تو وقت اینجا اومدی غلام بودی، چیزی نداشتی، تمام دارایی تمام مال و ملکت در وقت شید که تو در مکه آمدی، در نزد ما شید، برای همین تمام مال و ملکت باید برای ما بودی. صهیب هم چیکار کرد؟ ذره فکر نکرد، ذره در دلش دلگی نآمد که مال و ملکی که ما اینقدر سالان دراز جمع کردم ایده ما چی میشوه که یک باره با کی بتیم؟ با مشرکا بتیم. برای همین یگان دلگی نکرد که آیا همین مولا ما بتیم نتیم، آیا همین بیستیم یک کمتر بعد دیگه سفر کنم. نه، ما گفتیم که صهیب خودش گفت که هیچ وقت نمیگذاشتم بین ما و بین پیغمبر فاصله شود. اگرچه میتونید صهیب مثلا باز بگرده، او نمیگفتنش از اسلام بگرد، فقط باز میکردنش از هجرت از اسلام مثلا باز بگرد به سوی مکه تا اونجا سکونت کنه. صهیب میتونست که مال و ملکش حفظ کنه و برای در مکه یک مدت سکونت کنه تا فرصت مناسب یافتن از دست مشرکین فرار کردن. اما نه، هیچ وقت نمیگذاشت که بین او و بین پیغمبر فاصله باشه. صهیب گفت که در فلان جا تمام مال و ملک ما هسته، برین همه مال و ملک مرا شما بگیرین. مشرکین با او سوال نکردن که آیا تو راست میگوی یا دروغ. معلوم بود که صهیب پیش اوی که مسلمان بشه بین اونها بسیار بر راست قولی مشهور بود. تمام صحابه کرام، تمام اونایی که اسلام پذیرفته بودن، همه اونا راست قول و راستگو بودن. همه اونا پیش از اسلام نفرایی بودن که لیاقت هدایت داشتن. برای همین است که خداوند با همه اون نفرایی که لیاقت هدایت دارن اونا را هدایت میکنه. فاسق و فاجر و ظالم خداوند لیاقت هدایتش نمیدونه. انسان برای هدایت باید خودش یک زمینه داشته باشه، یک قدم زده باشه به سوی هدایت که خداوند او را هدایتش بکنه. بعد چیکار کردن؟ مشرکین برای او قسم ندادن که قسم بخور که گپت راست است یا دروغ. برای او مثلا شاهد نگفتن که شاهدا کیه، فقط با قول با گپ او چی باور کردن و گشتن رفتن. در قبا صهیب رومی پیغمبر علیه السلام دریافت کرد. وقتی که نزد پیغمبر قریبی نزد پیغمبر آمد، صهیب چیکار کرد؟ پیغمبر نزدیک شد و پیغمبر خیلی خرسان شد. پیغمبر خدا علیه السلام خیلی خرسان شد و گفت که ای ابا یحیی ربیع البیع، یعنی ای ابو یحیی، این کنیه حضرت صهیب رومی بود. گفت چی؟ تجارتی تو سود کرد، تو در تجارتت فایده دیدی، پیش از او که نقل کنه که برای ما چی حادثه شد. واقعا صهیب در تجارتش فایده دید، از برای خدا و از برای فرستاده او از مال و ملک دنیا گذشت، ذره دلگی نکرد و تا خداوند در جای او بهشت جاویدان و هدفی بالاتر از اونه که از همه چیز بالاتر برای اونها یک هدف بود، رضای خدا و رسولش بود، اونه به دست آورد. برای این دو چیز به دست آوردن از تمام مال و ملکش گذشتن. امروز ما برای رضای خدا و رضای رسول خدا را به دست آوردن آماده نیستیم که از دارایی خودمان، از مال و ملک خودمان
از 100% چنین، از 100% 3 یا 4 حصه‌ش برای کمبغلا که در راه خدا صرف بکنید. اونا قربانی دادن، اونا جان فدایی کردن که خداوند برای اونا این نصرت و این پیروزی را نصیب گرداند. امروز تا ما اگر جان فدایی نکنیم، از خود گذشتن نکنیم، خداوند هیچ وقت ما را پیروز نمیگرداند. حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، پیغمبر علیه السلام برای اونا گفت هر کی در خانه‌اش چیزی داره بیاره تا جمع بکنیم برای غزوه رفتن بر ضد مشرکین و کفار. حضرت عمر کوشش میکرد که حضرت ابوبکر یک بار در یک کار خیر بگذارش بگه، از او زیادی کنه و تصمیم گرفت که انمی دفع گفت از ابوبکر من زیادتر چی در این کار من حضرت ابوبکر در اجر ثواب میگذارم. چیکار کرد؟ هر دو چیز در خانه بودن، گرفتن نزد پیغمبر علیه السلام اومدن. وقتی حضرت عمر میگفت به خرش بروه، دید که حضرت ابوبکر پیش ایوه. وقتی نزد پیغمبر علیه السلام آمدن، گفتن که پیغمبر علیه السلام وقتی دید مال و عمود هر چیزی که در ابوبکر آزیر کرده بود، گفت که ای ابوبکر، گفت برای خود در خانه چیزی گذاشتی؟ حضرت ابوبکر گفت که بله گذاشتم. پیغمبر گفت چی را گذاشتی؟ گفت خدا و رسول شو، چیزی دیگه نمون. گفت همش آوردم. حضرت عمر چیکار کرده بود؟ یک چند روزه خوراک برای خانگیاش مانده بود، تمام مال و ملک دیگه‌اش آورده بود برای راه خدا. بعد حضرت عمر گفت که ای ابوبکر، هیچ وقت در کار خیر تر گذشته نمی‌شود. او مردم این کارا رو انجام دادن که خداوند اونا را پیروز کرد. یعنی یک زمینه، یک فوندامنت برای پیروزی برای اونا بود و خداوند اونا را لایق پیروزی گرداند و پیروزشان کرد. این است که 1400 سال بعد ما سیرت او را میخونیم و با اونها چی دعا و درود میکنیم. گفتیم که حضرت صهیب رومی چی بود؟ بسیار هم زیرک بود، بسیار هم حاضر جواب بود، بسیار هم دانا بود. روز پیغمبر علیه السلام صهیب میبینه که یک چشمش ورمه خرما خورده است. پیغمبر علیه السلام با خنده میگه که در صورتی که چشم تو ورمه تو خرما خورده است. صهیب میگه من با چشم ورمم خرما نمیخورم، با چشم ساعتم خورده استم. یعنی پیغمبر علیه السلام خیلی صهیب و دوست می‌داشت و می‌خواست که همراه او همین خیل شوخی‌ها را بکنه. صهیب رومی تمام ماهانه‌ای که ای بیت المال می‌گرفت برای کمبغلا و یتیما و بی‌پرستارا میداد. برای خودش هیچی نمیگذاشت. طبق هم آیاتی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از روی مهربانی، دوستداری، محبت به مسلمانا طعام میدهد مسکینا را، یتیما را، اسیرا و فقیرا را. حضرت عمر این را دید و گفت که ای صهیب، فکر میکنم که تو بسیار بعد زیاده سخاوتمندی، من فکر میکنم که اسراف هم شاید باشه. گفت که من از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم که گفت بهترین شما کسی هست که برای کم بضاعت ها، برای کم بغلا، برای بیچاره ها چیکار کنه؟ طعام بتیه. از همین رو حضرت صهیب رومی همیشه کوشش میکرد تمام ماهانه‌ای که از چی میگرفت، از بیت المال به دست می آورد، اونا رو در راه خدا برای مسکینا و بیچاره ها و یتیما و اینا طعام میداد. همین صفت‌های نیکش، صفت‌های خوبش بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در نماز وقتی که او را به کارد زدنش 6 نفر اختیار کرد تا از میان اینها خلیفه اعلان کنند. بعد ما در قصه سعد ابن ابی وقاص گفته بودیم. اما گفت چی نماز برای مسلمان ها صهیب رومی بخونه. حضرت عمر پیش از اینه که یک تصمیم میگرفت چند بار درباره او فکر میکرد.
که مبادا در تصمیمش اگه اشتباهی نباشه. صهیب رومی را اگرچه میدانست که یک چی میگن اکسنت، یک نطق در چیزی داشت که به مردم اروپا مانند بود. ما گفتیم که در اروپا کلام شده بود. با وجود همون چیکار کرد؟ این وظیفه خیلی بزرگه. عادتا نماز برای مسلمان ها خلیفه میخوان. یعنی معنی او را داره که تا خلیفه اعلان شدن این مسئولیت بزرگ در گردنی که صهیب رومی بود نماز خواندن و صهیب هم نماز